پلیس موردتون چیه؟ کمک! لطفاً کمک کنید! آروم باشید. بگید چه اتفاقی افتاده؟ لطفاً سریع بیایید عجله کنید، اون اینجاست. لطفاً آروم باش. بهم بگو چی میبینی؟ کسی تو خونتونه؟ الو؟ واحد 27 لطفاً هرچه سریعتر به محل رجوع کنید. بازرس اون ساختمونه. واحد شماره 8. مرکز دریافت شد. تو راهیم. اینجاست! چی شده؟ آروم باش. یکی رو فرستادیم اونجا. آدرستون چیه؟ کل جراردونونس پلاک 8. الو؟ الو؟ همه واحدها. یک مورد 204 داریم. لطفاً تمام واحدها برای پشتیبانی به اونجا برید. تکرار میکنم. مورد 204. هشدار 4 تا بچن که هنوز 2 تاشون پیدا نشدن. ایرنه تو اول برو همو. لوسیا زود باش پاشو. طولش نده. بلند شو. ما باید بریم مدرسه. آره دوست دارم برم مدرسه. میخوای بری مدرسه؟ عالیه. دستشویی کردی؟ آره. بیا اینجا. با ایرنه برو همو. برو. چی شده؟ ایرنه در رو باز نمی کنه. چی کار داری؟ دارم همون داد نزن. خودشو خیس کرده. بشورش ازش بزرگتری. باشه. من از ایرنه بزرگترم. من زودتر به دنیا اومدم. چی رو داغ کردی؟ نه. میخوای بزرگم باشی؟
لطفا حواستو جمع کن. میخوام عکس‌ها رو واسه خورشید گرفتگی همراه خودم ببرم. کدوم عکسا؟ عکس نه، نگاتیو رو میگه که بتونیم از چشممون محافظت کنیم. حوله بوی مرغ میده. بوی مرغ آب کشیده رو میده. بس کن. برو. لوسی اذیتش نکن. یه حوله دیگه بردار. باشه. وایسه بنده کفشتو ببندم. چرا دیروز چیزی راجع به عکس یادم نگفتی؟ رفت. نه تو دست نزن. باشه بابا خودت ببندش. چرا گفتی عکس من نمیخوای؟ اینو نگفتم، باید بگی نگاتیو فرقی میخوای. میکنه. خوبی؟ آره. یه جشن تولد داشتیم که تا ساعت 2 طول کشید. از خستگی دارم میمیرم. دنبال چند تا عکس واسه مدرسه بچه‌ها میگردم. تو استراحت کن. باشه هنوز خوابم میاد. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar. Y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. دیگه چی؟ امروز خودمو خیس نمی کنم. چی؟ امروز خودمو خیس نمی کنم. آفرین. دیگه برو. حالت چطوره؟ خوبم. تعطیلات خوش گذشت؟ آره. همونطور که میدونید زمین به طور مداوم به دور خودش میچرخه. همینطور به دور خورشید. و ماه همواره به دور زمین میچرخه. ماه بین خورشید و زمین حرکت میکنه و باعث پدیده نجومی خورشید گرفتگی میشه. سایه ماه سطح زمین رو میپوشونه. این پدیده جذابه چون بستگی به دید افراد داره. بستگی داره از کجا بهش نگاه میکنید. چیزی که ما اینجا در مادرید میبینیم همون چیزی نیست که شما در بارسلونا یا پاریس میبینید. خب حالا بزن اسلاید بعدی. اینجا میتونید دو ناحیه مختلف رو شناسایی کنید. سایه اصلی یا نقطه تاریک، سایه روشن یا نیمه سایه. حالا در سایه اصلی هیچ نوری نیست. تاریکی مطلقه. سایه روشن یه منطقه سایه داره. بیشتر توضیحات برای خورشید گرفتگی بر اساس خرافات پدید اومده. اسلاید بعدی لطفاً.
در فرهنگ‌های اولیه باور داشتن که پدیده‌های آسمانی پیام‌آور رویدادهایی در زمینه. پس اونا فکر می‌کردن در خورشید گرفتگی تاریکی بر نور غلبه می‌کنه. در بیشتر فرهنگ‌ها بر این باور بودن که بی‌نظمی خورشید بهترین زمان برای قربانی کردنه. اسلاید بعدی لطفاً. و همینطور قربانی کردن انسان. تو کلاس تاریختون مطالب بیشتری در این مورد می‌خونید. ولی خب تا همینجا بمونه. فعلا بیایید به خورشید گرفتگی نگاه کنیم، بعداً راجبش صحبت میکنیم. سارا میشه کمکم کنید؟ اگه نگاتیو ندارید میتونید از توی جعبه ها بردارید. فهمیدی؟ بله. مستقیم بهش نگاه نکنید، فقط از طریق نگاتیو. یه لحظه صبر کن. نه زود باش. فقط یه لحظه. لطفاً چراغا رو خاموش کنید. باشه؟ باشه. صبر کن. آخه چرا؟ باید صبر کنیم دایانا هم برسه. یکی هم اضافه شد؟ آره من بهش گفتم میخوایم چی کار کنیم و اونم خواست با همون بیاد. چرا این کارو کردی؟ قرار بود بین خودمون بمونه. خب حالا بین ما و دایاناست. دختر خیلی خوبیه و راستی مانولا رو یادته؟ همون که موهاش فرفری بود. یه تصادف وحشتناک با موتور داشت. دوست تو بود. چرا بهش گفتی؟ متاسفم از دهنم پرید. همه میدونن هرچی بیشتر بهتر. بچه ها وقتشه. همه بالای پشت بوم. بو گناه این چیه؟ اینو بذار کنار، با این که نمیشه. حال به هم زنه. نزدیک هم باشید. از این طرف. هی صبر کنید منم بیام. همینجا خوبه. چقدر چندشه. تا حالا این کار رو انجام دادی؟ آره یه بار تو روستا. تو چی؟ آره فقط با یه تیکه مقوا و یه تیکه کاغذ. ولی بازم خیلی ترسناک بود. ولی فکر کنم این دفعه کار کنه. ما دوتا چیز عجیبی رو تجربه کردیم. ظاهراً یه مرد میتونه بهت بگه چطوری میمیری. هیس. چی آوردی؟ یه عکس. این برای چیه؟ بدون وسایل شخصی که نمیشه ارتباط برقرار کرد. چی؟ ولی عکس که شخصی نیست. چرا هست؟ واسه کسی که تو عکس شخصی حساب میشه. من هیچی از مانولا ندارم. میبینید؟ ماه جلوی خورشید رو گرفته. حلقه رو میبینید؟ من که ببینید چیزی یه نمی‌بینم. حلقه تاریکه. مستقیم بهش نگاه نکنید. باید نگاتیو رو جلوی چشمتون به بگیرید. نظر خوب میاد نه؟ باید انگشتتو بذاری روی لیوان. چشماتو ببند. که چی بشه؟ اینطوری سریعتر ارتباط برقرار میشه.
کسی اینجا پیش ماست؟ کسی اینجا پیش ماست؟ باور کنید من نبودم. کی اونجاست؟ میخوای با یکی از ما حرف بزنی؟ شما پدر ورونیکا هستید؟ میخوای با ورونیکا حرف بزنی؟ نون. ببین. چیو ببینم؟ ازت خوشش اومده. تو عقلت کار نمیکنه. درست حرف بزن، خودت عقلت کار نمیکنه. کی لیوانو تکون میده؟ ورو، تو لیوانو تکون دادی؟ کی هستی؟ خیلی داغه. برو اینجا چه خبره؟ چرا خبره؟ برو خوبی؟ برو بیاین از اینجا بریم. چی شده؟ برو چی شده؟ برو خواهش میکنم بیاین اینجا بریم. برو دایانا چرا قوه رو زود پیدا کن دایانا. بجام دایانا. پیداش کردم. لعنتی. پیداش کردم. ناش لعنتی. تخت شکسته. ورونیکا کجاست؟ ورونیکا دایانا برو کمک بیار. بجام دایانا سریعتر. خدای من تو درد سر افتادیم. ورونیکا چه شده؟ چی میگی؟ برو قراره بمیره. برو قراره تا آخر هفته بمیره. برو دیگه زنده نمیمونه. برو تا آخر هفته میمیره. برو تا آخر هفته میمیره. برو قراره بمیره. برو قراره بمیره. اون میمیره. ورونیکا صدامو میشنوی؟ چی شده؟ قش کردی. انگشتمو دنبال کن. با مادر تماس گرفتیم ولی نتونست بیاد دنبالت. سر کاره. تا حالا بیهوش شده بودی؟
نه. امروز صبحانه خوردی؟ آره. دیابت داری؟ ورونیکا، ازت سوال پرسیدم. دیابت داری؟ نمیدونم. مشکل قند خون داری؟ نمیدونم. تو خانوادتون کسی دیابت داشته؟ فکر نکنم. دارویی مصرف کردی؟ قرصی چیزی؟ نه. مطمئنم. تو دوران قاعدگی هستی؟ چند سالته ورونیکا؟ 15. تا حالا پریود نشدی؟ احتمالاً مشکل فشار خون پایین داری. شاید هم مشکل کمبود آهن داری. بهت توصیه میکنم گوشت قرمز بخوری. اینجا استراحت کن. به هر حال کلاست هم داره تموم میشه. وای این واقعا دختره. خیلی منتظرت بودیم. دستت چی شده؟ هیچی. افتادم و دستم زخمی شد. میشه من ببینمش؟ روزا کجاست؟ اون رفته. منتظر نمون. خسوفو از دست دادی. خورشید کاملا تاریک بود. کاملا سیاه شده بود. خیلی قشنگ بود. چرا نیومدی؟ چون تو درمانگاه بودم. به مامان چیزی نمیگیدا؟ واسه چی؟ چون عصبانی میشه. باشه. قول میدید؟ باشه بهت قول میدم چیزی نگم. منم قول میدم چیزی نگم. تو دهنتو ببند و منم لبمو میدوزم و ما هیچی نمیگی. زود باشید بریم. چی شده ایرنه؟ خواهر مرده داره بهت نگاه میکنه. ولی کوره نمیتونه چیزی ببینه. کاملا نابیناست. من فکر میکردم کره. اشتباه میکردم. نه فقط کوره. زود باش. من از گشنگی دارم میمیرم. شکمم داره صدا میده. تو همیشه گشنته و شکمت صدا میده. شکم تو هم صدا غذا رو میده. گرم کن. چرا من؟ چرا لوسیا هیچ وقت این کارو لباسه نمیکنه؟ تو در بیاره دستتو چون من بشور. بچه مورد علاقه خونم. تو خواب ببینی. اونجا چی داری؟ هیچی. برو میزو بچین.
بهت گفتم برو میزو بچین. همینجا بمون. کوفته قلقلی. کافیه. بعدش خورشید سیاه شد، یهو همه چیز تاریک شد. آره اون ماه بود. خانم معلم که به همون توضیح داد، مگه گوش نمی کردی؟ یه توپ سفید و یه توپ مشکی رو تصور کن. حالا توپ مشکی جلوی توپ زردو میپوشونه، در واقع همون خورشیده. یاد گرفتی؟ ایرنه شیر رو میدی؟ خودت برش دار. خب سنگ کاغذ قیچی کنی. باشه سنگ کاغذ قیچی 1 2 3 من بردم. نه 3 بار بازی میکنی. خب سنگ کاغذ قیچی 1 2 3 مساوی شدیم. سنگ کاغذ قیچی 1 2 3 لعنتی. من بردم. ساکت شو. من ساکت شم؟ فکر کنم تو باید ساکت شی. اگه تو میبردی من هیچی نمیگفتم. تو یخچال شیر نیست. تمام. ظرف شیر رو نگاه کن. تمام. ورونیکا الو ایرنه بیا اینجا، یه اتفاقی افتاده. ورونیکا حداقل میتونی در اینو باز کنی؟ ورونیکا چی شده؟ داشتی میلرزیدی. غذات هم انداختی بیرون. حالت خوبه؟ من خوبم. لطفا میتونی تمیزش کنی؟ من جواب میدم. باشه بهش میگم خداحافظ. کی بود؟ روزا. پس چرا گوشی رو بهم ندادی؟ گفت بگم نمیتونه بیاد، مامانش باهاش کار داره. نخواست با من حرف بزنه؟ نه. الو. سلام ورونیکا، روزا خونه است؟ سلام ورو، نه اینجا نیست. همین الان بهم زنگ زد. چند لحظه پیش با دایانا رفت بیرون. فکر می‌کردم ستاییتون قراره برید بیرون. ورو؟ درسته، من یکم دیر کردم. بهش بگو یادش نره ساعت 8 خونه باشه. بهش میگم. ممنونم خوشگلم. خدافظ. سنتیا هرچی که بخوام به هم میده. سنتیا
سنتیا بشمار. سنتیا همیشه مراقبمه. لباستو خیز هر نکن. چیزی که بخوامو بهم میده. تو همون این قبول نیست. برو حرف زد دوباره از اول. که بخوامو بهم میده. آنتونیو بس دیگه داری مثل توتی تکرار میکنی. اگه بلد نیستی نخونش. مساوی شدیم. تو همیشه تقلب میکنی. اوه بالاخره زمان من رسید. اوه زمان تنهایی من. سنتیا هر چیزی که بخوام و بهم میده. سنتیا وحشه بازی در نیارید. الان برمیگردم. دختر رو چی کار میکنید؟ چی؟ ها؟ خیلی داغه. چه اتفاقی افتاد؟ این چیه؟ سوخته. آب داغو باز کردی؟ من هیچ کاری نکردم. یک دو سه چیه؟ نه پرنده. نه سگ حالا برگرد. یک دو سه چیه؟ بادکنک. درسته. نمیخواستم آب اونقدر داغ باشه. کار تو نبود. چی؟ تو نبودی. منظورت چیه؟ دیگه تو تختم جیش نمی کنم.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ورو. اینجا چی کار میکنید؟ ورونیکا. 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 بابا؟ آنتونیو چی شده؟ دوباره جیش کردم. ساعت 8:30. زود باشین، تندتر بودین. ورونیکاست. وایسا. درو نبندید. بفرمایید بچه ها. ممنون. قسمتی از افسانه میتونه خواننده رو به گذشته ببره، اگرچه شخصیت اصلی در مورد یه شخصیت دیگه از قبل بهمون هشدار داده. شخصیت اصلی برای نقض قوانین پاشو فراتر میذاره و مثل تمام قهرمان‌ها در قسمت بعدی با یه مجازات روبرو میشه. آلونسو و بیاتریس به خاطر بیخردی بیاتریس مردن، چون آلونسو رو مجبور کرد با روح فرشته از کوه بالا بره. در کتاب بوسه البیوسه، لوپدیلا مجسمه دونو الویرا رو خراب کرد. در هر صورت همه میتونن برای عبور از مرز واقعیت به فانتزی عواقب و پیامدهای کارشون اولویت بندی کنن. لطفاً کتاب افسانه خودتون رو در بیارید و باز کنید و بعد با هم میخونیم. روح کوهستانی. خیلی خوب، من شروع میکنم. در شبی که هیچ کدام از ارواح منو بیدار نکردن، میدانم چقدر صدای زنگ کلیسا طول میکشید. در این مدت طولانی مجبور بودم به طور غریزی به داستانی که بله. البته وقتی جادوگر یک دفعه تصور کرد مثل اسب استوار از هیچ چیز نمیتواند مهارش کند.
دیدی وقتی داری میری خونه و دارن نون فرانسوی درست میکنن، میتونی از دور بوشو حس کنی. بوی دارچین، نون تست و شیر گرم. اگه چشماتو ببندی فکر میکنی همه چیز درست جلوت رو میزه. میتونی تقریبا گازش بزنی. من قبلا معلم زبان و ادبیات بودم. توی تاریخ تست فرانسوی یه استعاره است. کلاس چندمی؟ کلاس 9. پس میدونی استعاره چیه، درسته؟ و میدونی منظورم نون فرانسوی نیست. میکشی؟ نه. کار خوبه میکنی. بهتون میگن خواهر مرده. میدونم. براتون مهم نیست؟ بهتر از اینه که به هم بگن خواهر نارسیا، نه؟ چی تو دستته؟ کی گفته چیزی دستمه؟ واسه دیدنش به چشم نیازی نیست. میتونم؟ کاری که اینجا کردی خیلی خطرناکه. فقط میخواستم با پدرم حرف بزنم. مسئله این نیست که میخواستی با کی حرف بزنی، مسئله اینه که کی جوابتو داده. اگه پدرم نبوده پس کی بوده؟ خواهر یا برادری داری؟ 3 تا. از همتون باید محافظت بشه. در برابر چی محافظت بشه؟ تکون نخور، تکون نخور، تکون نخور، تکون نخور. من همینجا وایسادم. نه، اینجا تنها نیستی. یکی به درخواستت پاسخ داده. صدات در نیاد. حرکت نکن. حضورشو حس میکنم. کجایی؟ کجایی؟ به نام ناجی مونیسا مسیح خودتو از این بدن جدا کن، چون این بدن متعلق به تو نیست. به نام ناجی مونیسا مسیح. زنگ خورد دخترم. بادا کوچولو، شاید بتونی دری. روزا، سلام. اون دیگه کیه؟ فیلیپه، با پسرمون هنرستان میره. زنگ زده بودی؟ از دستم ناراحتی؟ چرا باید ناراحت باشم؟ چون دیروز نیومدی. باید با مامانم میرفتم جایی. مگه خواهرت بهت نگفت؟ به خاطر دیروز آره؟ تخته احضار مزخرفه. شیشه و تکون دادن این چیزا همش چرته. تو چیزی ندیدی؟ روزا، بگو که دیدی. چی باید دیده باشم؟ دیروز روزا، دیدم. میای با هم بریم تا اون مغازه خرید کنیم؟
تو هم میای؟ قضیه چیه؟ ما با هم یه مهمونی ترتیب دادیم. مامان بابای روزا تا آخر هفته نیستن. چرا چیزی نگفتی؟ الان که فهمیدی میتونی بیای. در هر صورت شک دارم که بتونی بیای. باید مراقب خواهر برادرات باشی. بریم. ورو، اگه تونستی بیا. زود باش دیگه، بیا بریم. تا حالا 100 بار بهت گفتم که من تکالیف تو نمی نویسم. همیشه میرین و مخم عوض نمیشی. آنتونیو بس دیگه. برو تو اتاقت بازی کن. لوسیا تو هم خودت مشقاتو بنویس، اینطوری چیزی یاد نمیگیری. من اگه ننویسم هم یاد میگیرم. تو کودنی. چرا نمیذاری منم از روش بنویسم؟ وقتی خودت مینویسی این خودخواهیه. چون همیشه میخوای من بنویسم. میتونیم نوبتیش کنیم. و کی شروع کنه؟ من باهات سنگ کاغذ قیچی خواهر یا برادر داری؟ ولی همیشه تو از همتون باید محافظت بشه. از مادرید لوسیا گومز 19 ساله. اون دکتر، وکیل، غریق نجات و آتش نشانم هست. ولی خانم مادرید یه رازی داره که کسی نمیدونه. اون یه رباته. یه ربات عالی و هوش مصنوعی فوق‌العاده بالایی داره. خانم مادرید الان بزرگترین مدعی به عنوان یک ملکه برای اسپانیاست. این دیگه چیه؟ واسه تکلیف مدرسه است. خیلی زشته. یه سوال از خانم مادرید، نظرتون چیه؟ آیا عنوان ملکه اسپانیا رو میبرید؟ آره یا نه؟ به زودی میبینی. خانم مادرید الان 25 سال دارن. 7 بچه و 3 بار طلاق گرفتن. کیه؟ ژوزفا. مادرت کجاست؟ سر کار. خب اونجا دارید چی کار میکنید؟ چطور؟ چراغا همش داره میلرزه. دارین میرقصین؟ کم مونده بیفته رو راستش ما سرمون. هیچ کاری نمی کنیم. واقعا؟ احساس میکنم داره سقف میاد رو سرم. ضمناً باید بگم یه لکه سیاه روی سقفمه، درست زیر اتاق تو. ممکنه نم داده باشه. نمیدونم، از مامانم میپرسم. آره حتما بپرس. البته اگه دیدیش. امشب خفشون کن. عوضیای کوچولو. لعنتی. ورونیکا چرا نخوابیدی؟ مسخره نشو، کاملا از اینجا اتاقتون رو میبینم. ورو کمکمون کن. خودت صداش کردی. حالا نذار بهمون آسیب بزنه.
میزنه. ولی هیچ کس اینجا نیست. نمیتونی ببینیش ولی اون اینجاست. نگاه کن. تلسما سوختن. زود باشید. تشکاتون رو بردارید. با هم دیگه توی حال میخوابیم. میرم آنتونیو رو بیارم. بلند شو. بلند شو. اینجا خیلی قشنگه و منم دارم از گشنگی میمیرم. میشه اول بریم یه جایی یه چیزی بخوریم؟ باشه، چرا که نه؟ ورو، بگیر بخواب. چرا منو خفه کردی؟ خفت نمی کردم. داشتم ازت محافظت می کردم. محافظت؟ آره، یه شیطان تو خونه است. منظورت از شیطان جوزفاست؟ نه، منظورم یه شیطان دیگه است. اهریمن. اینی که میگی مثل همون روحه؟ نه ترس، من ازت محافظت میکنم. چون تو بزرگتری. خوشحالم که خواهر بزرگتر دارم. منم خوشحالم خواهر کوچیک دارم. اون قدم کوچیک نیستم. من وسطیم. ایرنه بعد از منه. اینطور نیست. بگیر بخواب. من بیدارم، ازت محافظت میکنم. اینجا چه خبره ها؟ اینجا مسابقه است. اینجا چه خبره؟ چی شده؟ اون پشته. این دیگه چیه؟ مامان اومدی؟ اینجا چه خبره؟ یه آدم بد هست که میخواد لوسیا رو بخوشه. لوسیا خوبی؟ آره. ببینم کسی اینجاست؟ نه، قبلا اینجا بود رفته. چه خبر شده ورو؟ هیچی نشده مامان. بهم بگو کسی اومده تو خونه؟ نه. آره. به پلیس زنگ میزنم. روح بود. اون روحه. چی؟ روح بود. منظورم اهریمنه. من ندیدمش ولی ورو دید. دوباره نشستید فیلم ترسناک دیدید؟ یکم.
نگران نباش مامان. ورو از ما در برابر روح محافظت میکنه. برید وسایلتون رو بردارید و بگیرید بخوابید. تو هم برو تو اتاقت. اما مامان، اما اگر نداره برو تو اتاقت. اینجا چه خبره؟ به هم بگو. هیچی. خواهرات هنوز کوچیکن و تو هم تخیل عجیبی داری. اگه این چیزای عجیبا بکنی تو مغزشون دیگه نمیتونن بخوابن. تو حتی نمیدونی اونا کی میخوابن. تو نمیدونی اینجا چه اتفاقایی میفته. خب تو به هم بگو. میخواست بکشتمون. کی؟ نمیدونم. با تخته احضار صداش کردم. تو با خواهرات احضار روح با کردی؟ خواهرام نه، با روزا. نمیفهمم چرا باید همچین کار وحشتناکی رو انجام بدی. میخواستم بابا رو ببینم. میدونم به عکسایی تو جبه اهمیت نمیدی، مجبور نیستی نگاشون بکنی. اینطوری حرف نزن. میخواستم باهاش حرف بزنم. دیگه کافیه. برو تو زیادی خودتو درگیر این چیزا کردی، گذاشتی رو اثر بذارن. راست میگم. ورو دیگه باید بزرگ بشی. من باید بتونم روت حساب کنم. باید بتونی کاراتو تنهایی انجام بدی. همیشه همینطوره. اصلا نمیتونم درکت کنم. خیلی خستم. فردا حرف میزنیم. بیا دیگه. این چه کاریه؟ چی کار میکنید؟ مامان! مامان! کمک! مامان! کمک! کمک! مامان! کمک! مامان کجایی؟ مامان! مامان! لا 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 مامان دیگه باید بزرگ بشی. مامان
صبحانه خوردید؟ میخوایم تلویزیون ببینیم. همیشه همین کارو میکنید. آروم باش. وقتی نمیتونی بخونی برای چه کتاب اینجاست؟ بابا برام میخوند. چی؟ بابا اینجا بود داشت برام میخوند. بابا؟ امشب دوباره میاد. اون چی گفت؟ بابا منو با خودش میبره. آنتونیو گوش کن. دقت کن. وقتی برگشت بهش گوش نده. گوشاتو میگیری، فهمیدی؟ چجوری انجامش میدن؟ بلدی چطوری؟ آفرین. بعد منو صدا کن باشه؟ اسممو بلند داد بزن باشه؟ بچه‌ها باید بریم. سلام. اینجا چی کار من باید می‌کنی؟ برم روزا رو ببینم. همین خیلی الان؟ مهمه. میشه بچه‌ها پیشت بمونن؟ آره. ولی زود برگرد. باشه. راست میگفتن. تو یه پیرزن دیوونه‌ای. پس چرا برگشت؟ چون تو هم میتونی مثل من سایه رو ببینی. خب شاید دوتامون دیوونه ای. قدیما سعی کردم از دستش خلاص شم. این کاریه که با خودم کردم. اون موقع نمیدونستم برای دید